میخوام در مورد یه نوع رابطه صحبت کنم که من اصلاً تاییدش نمی کنم و متاسفانه خیلی الان باب شده. شاید تو هم تو این رابطه هستی و نمیدونی و ازش خوشحال نیستی. سیچویشنشیپ به رابطه گفته میشه که بین دو نفر شکل گرفته ولی مشخص و رسمی نیست. این رابطه یه جایی بین دوست بودن و یه رابطه عاشقانه جدی قرار داره. یعنی در واقع دو نفر ممکنه وقت زیادی با هم بگذرونن و حتی احساسات عمیقی نسبت به هم داشته باشن، اما هیچ کدوم به طور واضح و رسمی نگفتن که توی یه رابطه جدی و پایدارن. در واقع اسمی واسه رابطه‌شون نذاشتن. توی همچین وضعیتی معمولاً مرزها و انتظارات طرفین مشخص نیست و معمولاً طرفین نمیدونن که رابطهشون به کجا میره و چه آینده‌ای داره. این رابطه واسه یه سری مدل افراد راحت و بدون فشاره، چون هیچ تعهد و مسئولیتی برشون نداره، اما ممکنه برای یه طرف رابطه منجر به سردرگمی، عدم امنیت، اضطراب و حتی از دست دادن اعتماد به نفس و احساس کافی نبودن بشه و به احساساتش به شدت آسیب برسونه. در نهایت مثل هر رابطه دیگه‌ای ارتباط و صحبت کردن در مورد احساسات و انتظارات با طرف مقابل خیلی مهمه تا هر کسی بدونه توی چه موقعیتیه و چی از رابطه میخواد. لطفاً کپشنم حتما مطالعه کنید.